халқи Украина барои занону мардо, барои духтаро равон кардагӣ. Ина тревога, ҷанг. Мо ҳамаи хизмати халқда. Халқи камбағала, на военный, на ҳичи. محمد رحیم خالف تاجیکی مقیم خارکوف در اوکراین کمک‌هایی را به ساکنان محلی تقسیم می‌کند که خیرخواهان تاجیک فرستادند. اکثر آنها صاحبکارانی بودند که در اوکراین تجارت داشتند ولی پس از جنگ با خانواده‌هایشان به اروپا کوچ بستند. نیم ماه باز حدود 20 تن از آنها به قدر توان به ساکنان خارکوف کمک می‌فرستند. برادران خودشون در گرمانیا کورتکوی زمینی، کورچک‌های زمینی همه چیز را اون آقوتا زمینی پوشاک لباس مردم اوکراین سردترین زمستان در 4 سال تجاوز روسیه به خاک این کشور را پشت سر می‌کنند. این هم شب زدگی. روسیه به ایست از زمین و آسمان با موشک و به سرنشینی ها به این کشور حمله کرده ساختارهای گرمیدهی و برق رسانی را خراب کرده است. اکثر ساکنان به خاطر نجات جان شب و روز را در زیر زمینی های سرد می‌گذرانند. یک جای آمدیم فقط زنکان یگان مردینه نیست. هست یگان پنسانه مسافر است. اصلا همه زنکای مقصد دکوی مایداکای. آوردیم تمام گرم آوردیم. کنشوربای تاجیکی کردیم آوردیم. یک برادر 3 تا گوسفند داشت کنشوربای تاجیکی کردیم آوردیم. گروهی از پناهندگان تاجیک هم در اروپا میگویند به کارمندان ساختارهای برق رسانی در کیف چند روز خوراک گرم دادند. پناهندگان تاجیک میگویند تا آغاز جنگ اوکراین یک کشور امن برای تاجیکان پناهجو بود و حالا در لحظه های سخت باید به آنها کمک کرد. این کمترین خدمتی تاجیکان می باشد که در چنین لحظه های دشوار دست یاری دراز میکنیم و خیلی که گفته شد غذای گرم به مردم و کارمندان صاحب برق داده می شود. روسیه 4 سال پیش به اوکراین به دلیل حمله کرد و این کشوری در حال رشد را به خراب‌بازار تبدیل داده است. هزاران نفر در حمله های روسیه کشته و میلیون ها نفر گریزه شدند. هنوز پایان جنگ معلوم نیست و جبریان را مردم عادی میکشند که در پناهگاه ها منتظر کمک هستند.